سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 20 ایون تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. منبع‌ها میگویند اکبرشاه اسکندرов و همراهان ظریفی بازداشت شدند. زور 3 چچن به بچه ونجی نرسید. تفصیلات جنگ خسرو با چچنها در تویر. بازداشت 5 نابالغ در پی زنوزنی خونین و قتل یک نورس در دوشنبه. حبس یک زاده تاجیکستان برای کشتن شمعها در کلیسای مسکو. هلاکت بیش از 570 زائر بر اثر گرمای شدید در جریان مراسم حج. و اکنون تفصیلات خبرها. منابع گوناگون از دوشنبه خبر میدهند که روز 12 ایون سال 2024 در روز بازداشت وکیل پارلمان و نامزد سابق به پرزیدنتی تاجیکستان سید جعفر عثمانزاده با چند سیاستمدار معروف دیگر از جمله سابق اجرا کننده وظیفه پرزیدنت تاجیکستان و رئیس سابق شورای عالی اکبرشاه اسکندرov و وزیر سابق کارهای خارجی تاجیکستان و سفیر سابق این کشور در امریکا و ژاپن همراهان ظریفی نیز بازداشت شدند. مقامات کنون درباره بازداشت افراد دیگر در پرونده عثمانزاده که به غصب حاکمیت و درخواست 10 میلیون دلار از نمایندگی یک کشور خارجی برای عملی ساختن این نقشه عیبدار می شوند یگان اطلاع ندادند. هرچند داستانی کل از پارلمان بیکار کردن دخل ناپذیری وکیل عثمانزاده و اجازت حبس او را درخواست میکرد گفته بود که پرونده جنایتی با اتهام غصب حاکمیت به ضد سید جعفر عثمانزاده و دیگران کشاده شده است. او آن وقت افشا نکرد که و دیگران که هویند. اکبرشاه اسکندرov 73 سال و همراهان ظریفی 75 سال داشته هر دو چند سال بازنشسته شدند. معلوم نیست که آیا بازداشت آنها با پرونده عثمانزاده ربط دارد یا نه. برخی منابع میگویند گویا سید جعفر عثمانزاده بعد ملاقات مخفیش با یک گنرال روس با چند نفر از جمله با اسکندرov و ظریفی ملاقات‌های داشته است و حالا همه آنهایی را که با عثمانزاده تماس داشتند بازجویی کرده استودند. سر و صداهایی هم وجود دارد که گویا گنرال روس ضمن سفر مخفیش به تاجیکستان نه فقط با عثمانزاده بلکه باز با چند نفر دیگر با نفوذ صحبت داشته است و حالا همه آنهایی که با گنرال روس ملاقات کردند زیر ضربین مقامات قرار گرفتند. تصدیق این ادعا توسط منابع مستقل در حال حاضر غیر ممکن به نظر می رسد. منابع بامداد میگویند که اکبرشاه اسکندرov را همراه راننده سابقش دستگیر کردند. راننده او را بعد چند روز جواب دادند چون که معلوم شده است که او 5 سال آخر با اسکندرov کار نمی‌کرده است بلکه مشغول طبابتش از یک بیماری جدی بوده است. درباره سرنوشت خود اسکندرov و بچه گمانبر یا عیبدار شدن او اطلاع دقیقی در دست نیست. مقامات قضیه را شرح نمیدهند ولی یک منبع خبر داد که روز 14 میلیون خانه اسکندرov را در محله حیات نو کوفتکوف کردند. معلوم نیست که در خانه اسکندرov تفتیشات چی میجوست و چه دلیل‌هایی از آنجا پیدا کرده است ولی شاهدان گفتند که مقامات از خانه اسکندرov آن روز چیزی زیاد برآورده با خود بردند. همراهان ظریفی نیز به گفته منابع روز 12 ایون در یک روز با سید جعفر عثمانزاده دستگیر شده است. مقامات درباره بازداشت او نیز یگان شرح ندادند و دقیقاً به چه عیبدار شدن او نیز معلوم نیست ولی رادیوی آزادی با تکیه به یک منبع در نهادهای انتظامی تاجیکستان خبر داد که بازداشتش به جنایت اقتصادی و به کارش در ساختمان بنای وزارت کارهای خارجی ربط دارد. بنای اشقبته وزارت خارجه تاجیکستان در مرکز دوشنبه در نزدیکی قصر ملت و پرچم در زمان وزیری ظریفی با خرج 73 میلیون سومانی ساخته شده 15 مارس سال 2023 به استفاده داده شدند. یک منبع رادیوی آزادی همچنین خبر داده است که ظریفی دست کم تا 16 میلیون در سزا یا بازداشتگاه وزارت کارهای داخله نگاه داشته میشد ولی این منبع از اینکه بعد او کجا شد اظهار بیخبری کرده است. خبرهای به گوش رسید که پس از بازپرسی رهایی شده است ولی کسی رهایی او را تصدیق نکرد. نوشته است این رسانه. به دست اداره پایگاه خبری بامداد ثبت ویدیوی لحظه زنوزنی چچنها با یک بچه تاجیک در نزد فروشگاه روبین در شهر تویر روسیه رسید. این همون بچه تاجیک است که رسانه‌های روسیه اخیراً نوشتند که گویا چچنها برای گپ پرتافتن با یک دختر چچن هر دو پویش را زده شکستند. اما چند نفر از تاجیک‌های آگاه از جریان این حادثه با بامداد در تماس شده و گفتند اصل واقعه از آنچه که رسانه‌های روسیه تصویر کردند کاملا فرق می‌کند.
همصحبتان بامداد گفتند قهرمان اساسی این ماجرا خسرو فیاضوف نام داشته، سال تولدش 1996 و خودش زاده دهه متخر و نویه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان است. به گفته همصحبتان بامداد چچنها یگان پای خسرو را نشکستند، برعکس خسرو فیاضوف هر سه چچن را لطکوب کرده، حتی پیستولت یکی آنها را از دستش کشیده گرفته است. بنا به نقل همصحبتان بامداد در حقیقت خسرو فیاضوف در فروشگاه روبین به یک دختر چچن گپ پرتافته است. کو جوانی که یگان دختر خوشرو رو بیند و گپ نپرتاید، خسرو هم جوانی کرده گپ پرتافته است، ولی دختر چچن از آن آزرده شده خسرو رو با تلفنش ویدیو کرده است و تهدید کرده است که به برادرانش خبر میدهد. خسرو هم که بچه مشقی و نوترس است گفته است آماده است با هر کسی که به سرش میآید گپ زند. بعد یک چچن تلفن خسرو را یافته به او زنگ زده است و به صحبت یک به یک به همون فروشگاه روبین که کلانترین فروشگاه در تویر است دعوتش کرده است. خسرو خسته تن تنها به صحبت یک به یک رفت، اما چچنها نومردی کرده سه کس اومدند. آنها به خسرو که در یک آشخانه روبین تاو میخورد گفتند که بیرون برایم و گپ زنیم. هرچند آنها سه کس بودن خسرو نترسیده است و گفت است که برآمده در بیرون بیستید، من خوراکم را خورم میآیم. نقل میکنند بچه‌های ونجی در بیرون سه چچن یک جوه به خسرو در افتاده او را زدنی شدند، اما خسرو که جوان مشقی است ضربه های آنها را میگرداند و خودشان را زیر مشت و لغت میگیرد. در همین اثنا یکی از چچنها پیستولت میبرارد ولی خسرو پیستولت او را هم از دستش میگیرد. کار دیگر به استفاده سلاح گذشت و خسرو نیز دو چچن را چند ضربه کورد زده یکی دیگرش را توکوب کرده است. پای او را چچنها نشکستند. وقتی فرار از محل زنوزنی خسرو پیشپا خورده افتاد و پایش همان وقت ضرب خورد. نقل میکنند همصحبتان بامداد اون سه چچن بعد شتف و کورد خوردنشان به پلیس شکایت کردند و پلیس خسرو فیاضوف و همخانه های او عبدالله علی و شیرافکن را هم دستگیر کرده است. این دو نفر در آن مناقشه دست نداشتند. نقل کردن همصحبتان بامداد آنها میگویند قصه گویا برای انتقام خواهرشان را گرفتن به مسکو رفتن و در آنجا پیدا کردن خسرو نیز بافته است، چون که خسرو در تویر زندگی میکند نه در مسکو. یادآور میشویم روز 7 یونیو سال 2024 تلگرام کانال ریادوف خبر داد که زادگان چچنستان برای آزردن خواهرشان هر دو پای جوان تاجیک را زده شکستند و پلیس در پی این حادثه اشتراکچیان ماجرا را از هر دو طرف دستگیر کرده است. ادعایی که بچه‌های ونج بافته مینامند و رد میکنند. دادگاه مسکو پایتخت روسیه روز 19 یونیو سال 2024 شهروند 20 ساله تاجیکستان بوتایف اسکر علیجانوویچ را برای خاموش کردن شمعها در معبد پروسلاوی برای 2 ماه به حبس گرفت. تلگرام کانال سود مسکو خبر داد که اسکر بوتایف تا 18 آگوست سال 2024 در حبس پیشکی خواهد ماند. بعدا با درخواست تفتیشات زمان حبس او را میتوانند باز تمدید کنند. خدمات مطبوعات سراسر تفتیشات شهر مسکو خبر داد که بازدید اسکر بوتایف بر اساس ماده 148 قسم 4 بند ب کودکس جنایتی روسیه با اتهام پایمال کردن حقوق آزادی اعتقاد با استفاده از زوروری یا تهدید استفاده آن پرونده جنایتی گشودند. خود بوتایف و اون نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی بنا به فرضیه تفتیشات اسکر بوتایف روز 18 ایون سال 2024 روزانه به معبد فیودور اوشاکوف واقع در منطقه ژوژنی بوتووا آمده در داخل معبد نسبت به مذهب پروسلاوی به احترامی ظاهر کرده با مقصد تحقیر احساسات دینی پیروان مذهب پروسلاوی شمعهایی را که دینداران در جریان مراسم دینی فروزان کرده بودند خاموش کرده است. یعنی او در محضر عام دست به عملهای زده است که به احترامی آشکارا به جامعه با قصد تحقیر احساسات مذهبی دینداران را نمایش میدهند. سراسر تفتیشات مسکو گفت به بالای این بوتایف بعد خاموش کردن شمعها یک زن نمازگزار را که بر رفتارش ایراد گرفته بود تیل داده است. در ویدیویی که نمازگزاران ثبت و تلگرام کانال بازا نشر کرده دیده می شود که یک جوان جای نماز در دست وارد مبدا شده شمعها را خاموش می کند و پروایی هم ندارد که او را در این لحظه در ویدیو ثبت کرده ایستادند. بنا به اطلاع دریافتی بازا اسکر مگی چند روز قبل به مسکو آمده در یک هاستل در قریبی مبدا فیودور اوشاکوف زندگی میکرد و تنها بعد خاموش کردن همه شمعهای فروزان مبدا را ترک کرد. با اسکر بوتایف بر اساس قسم 4 ماده 148 کودکس جنایتی روسیه
برای تأخیر احساسات مذهبی همچون جزا و جریمه به مبلغ تا 200,000 روبل، کارهای حتمی به مدت 480 ساعت یا کارهای اصلاحی به مدت تا 2 سال و یا کارهای مجبوری یا حکم زندان به مدت تا 1 سال تهدید میکند. بوتایف را که شهروند خارجی است بعد ادای جزا از روسیه دپورتاسیون هم میکنند. با در نظر داشت عمل صادر کردهش به احتمال غالب او را به مدت 10 سال و شاید حتی عمرباد از حق ورود به روسیه محروم خواهند کرد. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. رئیس کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 20 یونی سال 2024 به مراجعت یک ساکن پایتخت تاجیکستان توسط شبکه‌های اجتماعی درباره اینکه گویا زنازنی خونین مای بین نورسان که باعث هلاکت یک نوره شد در سطح ضروری مورد تفتیش قرار داده نشده است رسما پاسخ داد. ملیس پایتخت گفت مراجعت مذکور بواسطه از جانب رهبریت رئاست کارهای داخلی شهر دوشنبه مورد سنجش قرار داده شده و بر اساس نتیجه های سنجش رسما به اطلاع شهروندان رسانیده می شود که حادثه مذکور همچون جنایت به قید گرفته شده گمانبران در حبس پیشکی قرار دارند. شب 9 مای سال 2024 تقریبا ساعت 20:40 دقیقه در کوچه بیزاد نویه شاه منصور از سبب نافهمی‌های قبلا وجود داشته دو گروه نابالغان در جای جمعیتی با استفاده از آلات خلنده و برنده هم دیگر را مورد لطکوب قرار دادند. در نتیجه این مناقشه و برداشتن جراحت‌های وزن جسمانی نابالغ خوشوقت و فرسول در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. میلیسا گفت همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت مذکور شهروندان شریف و بیروز میراجویچ سال تولدش 2007 ساکن شهر دوشنبه کوچه رودکی، رجبزاده عمر خالمحمد سال تولدش 2007 ساکن شهر دوشنبه محله قروتگین، سمادوف عبدالرحمن قهرمانویچ سال تولدش 2006 ساکن شهر دوشنبه کوچه صحبا، مدخولوف ادریس تاجدینویچ سال تولدش 2008 ساکن شهر دوشنبه کوچه دیلوی و یعقوبوف محمد بحردینویچ سال تولدش 2008 ساکن شهر دوشنبه کوچه نعمت قربویف دستگیر کرده شدند. در رابطه با جنایت مذکور نسبت به 5 نفر طبق طلبات ماده 237 و 112 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام اوباشی گروهی و رسانیدن آسیب وزنین به سلامتی که باعث مرگ انسان شده است پرونده های جنایتی آغاز کرده شده گمانبران در حبس پیشکی قرار دارند. گرمای شدیدی که هفته روان در روزهای انجام مراسم حج در عربستان سعودی حکم فرماست به حساب خبرگزاری فرانس پرس باعث هلاکت دست کم 576 حاجی شده است. تقریبا 2700 نفر دیگر را آفتاب چنان سخت زده است که در بیمارستان بستری کرده شدند. روز دوشنبه 18 یونی سال 2024 به گفته هواشناسان حرارت هوا در مکه طبق جدول سلسی تا 51 درجه رسیده است. روز سه شنبه 19 یون هوا در این جا کمی سلخن‌تر همگی 47 درجه گرم شده است. حرارت به تدریج کمی پایین رفت ولی باز هم حتی در ساعت‌های شبانه حرارت از 40 درجه بالاتر باقی میماند و به این دلیل احتمال باز هم افزودن شماره قربانیان گرمای شدید پیش بینی کرده می شود. امسال از تاجیکستان نیز نزدیک 7000 نفر به حج رفتند ولی تا امروز درباره از گرمای شدید در مکه و مدینه آسیب دیدن زائران تاجیک خبری به دست نرسیده است. در شبکه‌های اجتماعی نوارهای میچرخند که در کوچه ها افتادن و جا به جا مردن چندی زائر آفت زده را نمایش میدهند ولی مقامات عربستان سعودی هلاکت حاجیان بر اثر گرما را رد میکنند. نماینده وزارت تندرستی عربستان سعودی اعتراف کرده است که بیش از 2000 زائر بر اثر گرما بستری کرده شدند ولی ادعا کرده است که کسی از زائران امسال از گرما جان نباخته است. این در حالی است که بنا به اطلاع فرانس پرس تنها از مصر 323 زائر در مکه و مدینه جان باختند. روز 18 یون مجله فرانسوی لمونده درباره هلاکت 136 زائر از اندونزیا خبر داد. مقامات اردن هلاکت 35 زائر از این کشور را تصدیق کردند. تونس از مرگ 35 زائر، ایران از 11 نفر و کشور افریقایی سنگال از هلاکت 3 شهروندش در عربستان سعودی خبر داد. بنا به امور رسمی وزارت حج عربستان سعودی سال 2024 برای ادای مناسک حج از 10 کشور دنیا بیش از 1,600,000 نفر به مکه و مدینه آمدند. بر علاوه 220,000 نفر از ساکنان خود عربستان سعودی نیز به حج آمدند.
معروف قیوموف ساکن نویه جیهون ولایت ختلان امسال حاصل سهم درختان بنانش را میچیند. 2 سال اخیر است که معروف قیوموف خانواده‌اش را با این نوع میوه تامین می نماید. معروف قیوموف 20 عدد نیولهای بنان را از ازبکستان برای تجربه آورده و تلاش‌هایش نتیجه ندادند. او در اول چندان باور نداشت که چنین نوع میوه به اقلیم منطقه آنها تاب‌آور بوده حاصل می‌دهد. جیهون از نوع‌های پیشرفت در استحصال لیمو محسوب یافته. همساله از این نوع 10 تن لیموی خوش‌صفت استحصال و به خارج صادر می‌کنند. معروف می‌خواهد پرورش میوه‌های تروپیکی را در تاجیکستان بیشتر نماید. او نه تنها بنان بلکه میوه افریقایی پاپای را نیز پرورش کرده است. معروف قیوموف درختان بنان را در گرمخانه پرورش می‌کند. در سدی‌های زمستان حرارت گرمخانه روزانه 28 درجه و شبانه 18 درجه باید باشد. درخت بنان در یک سال از 3 تا 4 مرتبه حاصل می‌دهد. هر یک درخت تا 200 دانه بنان به بار می‌آورد. می‌خواهم اناناس را هم پرورش کنم و محصولات وطنی را زیاد کرده بازارهای جمهوری را با این نوع محصولات تامین نمایم، میگوید او. معروف قیوموف قبلا به پرورش نیولهای پمیدور و قلنفر مشغول بود. دهقانی یگانه منبع درآمد خانواده اش است. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.